سلام دوستان، این سری اومدیم با انگشترهای زیبای تراش که بسیار با دقت و جذاب طراحی و ساخته شده و میشه گفت در حال حاضر داخل بازار ترند و پرفروشه. پس این ویدیو رو تا آخر ببین و نظرتو تو کامنت ها بهم بگو. خب بدون معطلی بریم سراغ این انگشترهای زیبا. اول از همه بهتون بگم که کلا مصنوعات طلایی که روشون طرح تراش داره ارزش خرید بالایی دارن. چرا؟ چون نمای نگین رو به شما میدن ولی هیچ نگینی روشون کار نشده که وزن نگین روی طلا تاثیر بذاره و این انگشترها هم همینطوری هستن. خب این همون انگشتر تراشی بود که راجبش حرف میزدیم. 3 تا طرح تراش روش کار شده و واقعا زیباست در رنگای روز گلد و زرد. خب به این مدل‌های پیچیده و بدون نظمی که اینجا میبینید اصطلاحاً انتزاعی میگن، یعنی هیچ تقارن و نظمی توی طراحی و ساختشون استفاده نشده که خودش یه جور هنجار شکنی به حساب میاد که تازگی‌های این مدل هنجار شکنی ها خیلی مد شده. یه نمونه کار دیگه از انگشترهای نامنظم و انتزاعی، واقعا کار قشنگ کرده نامنظمیش. و اما نکته بعدی توی طراحی این انگشترها دو رنگ بودنشونه، یعنی زرد و رزگل که باز هم این دو رنگ بودن به زیباییشون اضافه کرده در رنگای رزگل و زرد. این هم نمونه کارش رو دست، واقعا نمای خیلی زیبایی داره، نسبت به وزنی که داره فوق‌العاده است. نکته آخرم این که وزن این انگشترها از 4 تا 6 گرمه که نسبت به ظاهرشون وزن تقریبا مناسبیه. خب ممنون که این ویدیو رو تا آخرش دیدید و با ما همراه بودید. یادتون نره که سابسکرایبمون کنید و زنگوله پایین رو هم فعال کنید تا هر موقع ویدیوی جدید گذاشتیم ازش مطلع شید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.